خوش اومدیم به این ویدیو، به پارت سوم امونگوس خوش اومدین. تا بازی شروع نشده اون لایک رو بکوب و بریم سراغ بازی. لطفاً اون زنگوله هم بزن تا وقتی من ویدیو گذاشتم با خبر بشی. خب اگه قسمت های قبلی ها ندیدید حتما ببینید. خوبه. خب که حرفی نمیزنم، بریم سراغ بازی. که دفعه پیش یادتون باشه من مردم. که بریم رفتیم. چرا نمیره؟ خب بره والا، مشکل من حل میشه اگه بره حتما. خب دیگه رفتیم به بازیمون. خب ای بابا چرا بازم این شانس ها به دست آوردیم؟ مگه تولد، مگه عید قربانه؟ چی شده؟ چرا اونجوری شده؟ من آپدیت کردم والا اصلا نشد. چرا اینجا اونجوریه؟ اینجا چیزی نیست. نه این آدم خوره والا. تو آشنا نیستی؟ تو ویدیو بعدی ما اینو فکر کنم دیده بودیم. خب حالا ما اول کاری چی بنویسیم؟ بچه چی بنویسیم واقعا؟ ببینیم اینجا چه خبره. یکی میگه ببینم، یکی میگه اینه. خودم هم نمیدونم، ولی ما به هیچ کس عمل نمی کنیم، نه انتخاب میکنیم. باید بکنم اونو انتخاب میکردیم. من ولی پیشنهاد میکردم همین بود، چون بیشتر از اون نمیشه. خب اینجا چه خبره؟ هیچی. ما همیشه بریم دور. هیچی. لحظه دست پا چلفتی شدمه. فقط موندم چرا بازی منو دارم دنبال میکنم. اون موندم. غیب شد. دوتا آتم. بچه دیدید؟ عجب صحنه لذت بخشی بود. یعنی کور نبودیم، هیچ چیمون نبود. کدوم بود؟ حاجی کدوم بود؟ بکنم این بود. ایشالله که همون میشه. ببینیم همونه. خوش همون باشه. بابا خودم دیدم خودش کشت. یه لحظه بعد خب برو دیگه. یه لحظه
یه لحظه. آخ چرا تو میای کسی قاتله میای دکمه میزنی از خودت؟ این میگه هی آسی منو میگه من که آخه قتل انجام دادم. یعنی هرچی پشت بدم کمتره. آقا من همینو میگم. از خودم یکی بزنم دیگه. این چیزا درد شد. اصلا سر درد نمیارم از این ویدیو خوشقلب. ببین داشتم من خودم رمز میزنم. 1 7 4 درست از آب در اومد. همیشه به من اعتماد کنید. کیرم تو ناموست. به خاطر اینا منو میگی؟ فقط منو میگه. من تو رو نکشم. چرا منو میگی؟ چرا منو میگی؟ فقط کیر بخوری ایشالله. وای من فقط میگم اونه وگرنه من میمیرم. 3 نفر منو انتخاب کرده بود. یعنی اون 3 نفر به اون انتخاب نکرده بودن نشده بود. به من چرا رأی میدین؟ چقدر سریع راه میره. اینجا مرده بودا فکر کنم. حاجی تولد اونجی چیدن من موندم. ببینم کسی نمرده فعلا ولی شاید بمیره. من مطمئنم میمیره. این چجوری اومده اینجا؟ لعنت به اون قاتل. لعنت. اوه یعنی جلوی چشای خودم کرد. خب بچه ها اگه از این ویدیو خوشتون اومد اگه هم اون ساب بکن و لایک رو بزن تا ویدیو بعدی. خداحافظ دوستان.